با درود دوستانی که مطالب علمی رو دنبال میکنن، فعلا در مورد توده های خوشخیم سینه میخوایم صحبت کنیم. شایع ترینشون توده های چربی سفت مانندی هستند که بهش فیبروآدنوم میگیم. فیبروآدنوم ها توده هایی هستند که ممکنه به تدریج رشد کنن و سایزشون به بزرگتر از 2-3 سانت هم برسه. ما معمولا وقتی که مریض میاد میگه من یه توده دارم، میبینیم که توده های بزرگتر از 1.5 سانت رو تونسته لمس کنه. ما خودمون معاینه میکنیم و بعد از معاینه سونوگرافی و وقتی مطمئن شیم خوشخیمه، چنانچه زیر 2 سانت باشه مریض رو 6 ماه یک بار تحت نظر میگیریم و اگه بالای 2 سانت باشه جراحی میکنیم.